سلام و درود به دوستان فرشته سیاه. لطفاً برای اینکه داستان‌های جدید رو از دست ندین کانال رو سابسکرایب و برای حمایت از بنده لایک، کامنت و فعال کردن زنگوله رو فراموش نکنید. لطفاً اگر به داستان‌های اجتماعی علاقه دارین کانال دوم بنده رو هم که توی کامنت اول قرار گرفته رو هم سابسکرایب کنید. بشنویم داستان امشب رو. سلام، خلیل هستم و از یکی از روستاهای کرمانشاه. اتفاقی که سالها پیش برام افتاده رو برای شما بازگو میکنم. من و زنم سالها بعد از ازدواجمون بچه دار نمی شدیم و بعد از 1000 جور دوا و درمون و نظر و نیاز بالاخره خدا به ما یه دختر داد. دختر ما که اسمشو هدیه گذاشتیم نارسایی قلبی داشت و از همون اول تولدش توی نفس کشیدن و غذا خوردن و خیلی چیزای دیگه مشکل داشت. هدیه 3 ماهی توی بیمارستان کرمانشاه بستری بود و توی دستگاه ازش نگهداری میکردن. دکترها دیگه امیدی به زنده موندن هدیه نداشتن، اما گفته بودن اگه تا 6 ماهگی دووم بیاره میتونن انتقالش بدن بیمارستان تهران و قلبشو عمل کنن. گذشت و خدا رو شکر هدیه تا 6 ماهگی زنده موند و حتی نفس کشیدن و خوردن شیرش هم بهتر شد. دکترها گفتن میتونیم مرخصش کنیم و ببریمش خونه، اما باید قبل از 1 سالگی قلبشو عمل کنیم وگرنه احتمال تنگی نفس و خفگی توی خواب وجود داره. ما از اینکه قرار بود هدیه مرخص بشه خوشحال بودیم، اما اسم عمل قلب ما رو به شدت میترسون. توی خانواده ما به جز پدرم که یه پیرمرد 70 ساله بود کسی قلبشو عمل نکرده بود و حالا شنیده بودیم که تنها بچه 6 ماهمون باید قلبشو عمل کنه. برای من و زنم خیلی سنگین بود، اما چاره دیگه‌ای نداشتیم. هدیه رو مرخص کردیم و برگشتیم روستا. اهالی روستا که از مشکل ما خبر داشتن هرچقدر که در توانشون بود و به عنوان قرض یا چشم روشنی به ما دادن، اما گره کار ما با این پولا باز نمی شد. دکتر گفته بود که خرج عمل هدیه به اضافه خرج بیمارستان و چیزهای دیگه حداقل 20 میلیونی آب میخوره. من از همون روز افتادم دنبال جور کردن پول، اما از کجا خودم هم نمیدونستم. تنها چیزی که از پدرم مونده بود یه تیکه زمین بود که اونم باید بین 4 تا برادر و 3 تا خواهرم تقسیم میشد. خواهر و برادرام هم که از مشکلم خبر داشتن سهم منو خریدن و یه مبلغی هم بیشتر بهم دادن تا کارم را بیفته. زنم هم چند تیکه طلا داشت و اونا رو هم فروختیم. مادر و پدر زنم هم 2 تا گوسفند فروختن و پولشو به ما دادن. با همه اینا هنوزم 10 تومن کم داشتیم. دیگه عقلم به جایی نمی رسید و نمیدونستم باید چیکار کنم. کت خدای روستا یه خیه رو به هم معرفی کرد و گفت برو مشکلتو بهش بگو، شاید بتونه کمکت کنه. منم قبول کردم و رفتم پیشش. مرد محترم و با انصافی بود، اما خودش هم این چند وقت دستش تنگ بود و نتونست مبلغ زیادی بهم کمک کنه. اما یه نفر دیگه از اهالی ده بالا که بهش میگفتن حاج اکبر رو بهم معرفی کرد و منم که چاره دیگه ای نداشتم تصمیم گرفتم برم ده بالا تا حاج اکبر رو ببینم. روستای ما درست چسبیده بود به روستای بالایی که بهش میگفتیم ده بالا و مرز بین روستا رو یه مزرعه متروک مشخص میکرد. این مزرعه حدوداً چند هکتار زمین خشک بود و سالها بود که صاحب مزرعه از اونجا رفته بود. میگفتن که این مزرعه نفرین شده و به خاطر همین هرچی توی اون زمینا بکارن خشک میشه و هر کسی هم بخواد پاشو توی اون مزرعه بذاره روح و اجنه میان سراغش و اذیتش میکنن. همین باعث شده بود که هیچ کس از اهالی ده ما و ده بالا جرأت نکنه قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب از اونجا رد بشه. خلاصه وسط ظهر بود و من رفتم ده بالا. وقتی که رسیدم دیدم در هر خونه یه پارچه سیاه وصله.
همون موقع متوجه شدم که یکی از بزرگای ده مرده. از یکی از اهالی که میشناختمش پرسیدم: سلام مشرزا، خدا بد نده، کسی مرده؟ مشرزا گفت: سلام خلیل خان. والا چی بگم، یکی از بزرگ مردای ده دیشب بعد نماز شب به رحمت خدا رفت. امروز صبحم تشییع جنازش بود. گفتم ای بابا، خدا بیامرزتش. مشرزا گفت: تو چه خبر؟ از این طرفا اهل و عیال خوبن ایشالله؟ گفتم خدا رو شکر، والا به خاطر همین اومدم اینجا. برای عمل دخترم به پول نیاز دارم و یکی از آشناها گفت یه نفر تو ده شما هست که میتونه مشکلم رو حل کنه. بهش میگن حاج اکبر، میشناسیش؟ مشرزا کوبید روی دستش و گفت: ای داده بیداد، دیر رسیدی برادر. اونی که امروز دفن کردن همین حاج اکبر بود. انگار که زیر پام خالی شد و سقوط کردم توی زمین. توی اون لحظه تموم امیدم ناامید شده بود. باید چی کار میکردم؟ دیگه به کدوم در میزدم که نزدم. مشرزا که حالمو دید دستمو گرفت و گفت: من الان دارم میرم خونه حاج اکبر، بیا با هم بریم اونجا، شاید بشه کاری کرد. بچه‌های حاج اکبرم مثل خودش دستشون به خیره، مطمئن باش ناامیدت نمی‌کنن. با مشرزا راهی شدم و رفتم سمت خونه حاج اکبر. اونجا بیشتر اهالی جمع شده بودن و براش روزه و قرآن میخوندن. مشرزا یه نفر رو نشونم داد. گفت: اون مرد قد بلنده رو میبینی؟ اون داماد بزرگی حاج اکبره. معمولاً اون از همه حساب کتابای حاج اکبر خبر داره و آدم معتمدی هم است. میرم باهاش صحبت میکنم، ایشالا که درست میشه. مشرزا رفت و کنار داماد حاج اکبر ایستاد و باهاش کمی حرف زد. بعد به هم اشاره کرد تا برم پیش اونا. سلامی کردم و منتظر موندم تا داماد حاج اکبر که راه حلی جلوی پام بذاره. داماد حاج اکبر گفت: مشرزا همه چیزو به هم گفته. چقدر پول نیاز داری؟ گفتم: والا 10 میلیونی کم دارم. داماد حاج اکبر یه مکث کرد و دستی به ریشش کشید و دوباره گفت: الان که نمیتونم این مبلغو بهتون بدم. باید با بچه‌های اون خدا بیامرز در میون بذارم. اگه عجله‌ای نیست یه هفته‌ای صبر کنید تا اوضاع یکم بهتر بشه و بتونم پولو به دستتون برسونم. چاره دیگه‌ای نداشتم. قبول کردم و خواستم برگردم، اما اصرار کردن که برای شام بمونم. چون نمیخواستم بی احترامی کرده باشم به روح اون مرحوم، موندم و بعد از خوردن شام و خوندن دعا راهی روستا شدم. مشرزا خواست همراهم بیاد تا تنها نباشم، اما گفتم که اتفاقی نمیافته. فقط ازش یه چوب دستی و یه فانوس گرفتم که توی راه به مشکل نخورم. هوا تاریک بود و هیچ کسی همون دور و اطراف نبود. میخواستم بدوم تا زودتر به خونه برسم، اما پاهام جون راه رفتن نداشتن. اونقدر حالم گرفته بود که دیگه فکر اجنه و این چیزا از سرم پریده بود. آروم آروم از کنار مزرعه متروک رد میشدم و داشتم به این فکر میکردم که اگه داماد حاج اکبرم نتونه پولو بهم قرض بده، دیگه هیچ امیدی برام نمیمونه. توی همین فکرها بودم که صدای نالی یه مردو از وسط مزرعه شنیدم. فانوسمو دادم بالا و گفتم: آهای، جونجاست. صدای ضعیفی شنیدم: کمکم کن. رفتم طرف صدا تا ببینم صدای کیه. چوبمو محکم توی دستم گرفته بودم و مدام اطرافمو میپاییدم. کنار یه درخت خشکیده یه نفر افتاده بود و روی سرشم یه پتوی کهنه کشیده بود. گفتم: آقا حالت خوبه؟ گفت: کمک. کنارش زانو زدم تا ببینم مشکلش چیه. گفتم: اهل این روستایی؟ گفت: نه، رهگذرم. داشتم از اینجا رد می شدم که پام گیر کرد توی این تله. معمولا توی مزرعه ها تله می زاشتن تا کسی یا چیزی به محصول دست نزنه و از بینشون نبره. رفتم جلوتر و پتو رو کنار زدم تا پاهاشو از تله در بیارم. تاریک بود و چیزی ندیدم. فانوسو آوردم نزدیک تا بتونم ببینم، اما از چیزی که دیدم نزدیک بود شاخ در بیارم. یه پای باریک با موهای قهوه‌ای تیره شبیه پای اسب توی تله گیر کرده بود.
اینو که دیدم فانوس از دستم افتاد و شکست. خواستم برم عقب و فرار کنم که اون مرد پتو رو از روی خودش برداشت و با صدای وحشتناکی گفت راه فرار نداری، یا نجاتم میدی یا میکشمت. دهنم وامونده بود و زل زده بودم بهش. اصلا نمیدونستم خوابم یا بیدار. داشتم به سر بزرگ و کشیدش نگاه میکردم. سرش کاملا تاس و بیمو بود و توی تاریکی به جز دایره سرخ چشماش و دندونه زرد بیرون زدش چیز دیگه ای نمیدیدم. 2 گوش بزرگم از کنار تا بالای سرش کشیده شده بود. بدنش تیره و تنومند بود و برخلاف سرش که تاس بود روی بدنش موهای زخیمی مثل پشم بز داشت. اشاره‌ای کرد به پاشو. دوباره گفت نجاتم بده، نجاتم بده تا نکشتمت. تکونی خوردم و به پاهاش نگاه کردم که سمش لای دندونه های تیز تله گیر کرده بود. از ترس اینکه برای سرم نیاره جلو رفتم و چوبی که دستم بود و لای دندونه های تله گذاشتم و با چند تا فشار دندونه ها رو از هم جدا کردم و اونم سریع پاشو بیرون کشید و از روی جاش بلند شد و روبروی من ایستاد. تقریبا به اندازه 3 مرد قد بلند بود. وقتی داشتم با تعجب براندازش میکردم چشمم افتاد به زنجیر بزرگی که دور دست و گردنش بسته شده بود. به هم گفت اگه بتونی کمکم کنی تا از شر این قل و زنجیرم خلاص شم، هر چیزی که بخوای بهت میدم. من که بیش از حد ترسیده بودم گفتم من هیچی نمیخوام و پا به فرار گذاشتم. هنوز چند قدمی دور نشده بودم که جن داد زد تو پول میخوای آره؟ همون لحظه یاد هدیه افتادم. قدمام آروم شد و به پشت سرم نگاهی انداختم. توی تاریکی اون چشمای گرد قرمز رنگش می درخشید و یه نور قرمز رنگ از جسمش ساطع می شد. از قبل شنیده بودم که اگه یه جنو به خدمت خودت در بیاری هر کاری که بخوای و برات انجام میده. با خودم گفتم لابد خدا اینو سر راهم گذاشته. من که دیگه به ته خط رسیده بودم دلمو زدم به دریا و دوباره برگشتم سمت اون. وقتی منو دید خنده شیطانی کرد و با صدای خشنش گفت من میدونم تو چی میخوای، من همونو بهت میدم. با ترس گفتم واقعا میتونی؟ جن گفت اگه از بند رهام کنی آره. گفتم این زنجیر قفله، باید کلیدش باشه تا بتونم بازش کنم. جن گفت منم میخوام کلیدشو برام بیاری. گفتم از کجا؟ گفت از ملا حشمت. ملا حشمت مرید مسجد روستا بود. یه پیرمرد کور و کوتاه قد که به جز اهالی روستا هیچ کس و کاری دیگه ای نداشت. وقتی اسم ملا حشمت رو شنیدم جا خوردم. آخه اون پیرمرد کور از کجا میدونست کلید قفلی که به دست و گردن این جن بسته شده بود کجاست؟ جن که انگار فکر منو خونده بود بدون اینکه چیزی بگم جواب داد. پیرمرد صاحب مزرعه منو قل و زنجیر کرده و کلیدشو سپرده به ملا حشمت. گفتم چرا؟ گفت چون اون میخواست گنج منو بدزده، اما من نفرینش کردم. من سالها گنجمو توی این زمینها قایم کرده بودم، اما یه روز اون پیرمرد وقتی داشت زمیناشو شخ میزد گنج منو پیدا کرد و اونو برداشت. من بهش گفته بودم که اگه این کارو بکنه زمینشو خوش میکنم و خیر و برکتو ازش میگیرم، اما اون طمع کرده بود و به حرف من گوش نکرد و گنجو برداشت و رفت. اما بعد از 1 سال با حالت رنجوری برگشت و گنجو به من پس داد. ناگهان دیدم چشماش شعله ور شدن و صدای خشنش حالت بم و ترسناکتری پیدا کرد و با حالت عصبانی نعره زد. ادامه داد. گفت وقتی که اون برگشت من به اون رحم کردم، اما اون به من کلک زد و منو به دام انداخت و سالهاست که من اینجا گیر افتادم. من سالها منتظر این لحظه بودم که کسی بیاد و منو نجات بده. منم نیمی از گنجمو بهش میدم. اینو که گفت برق از سرم پرید. توی دلم گفتم خلیل نکنه داری خواب میبینی. جن دوباره نعره زد. نه خواب نمیبینی،
زود باش برو کلیدو از ملا حشمت بگیر. یادت باشه فقط تا قبل طلوع آفتاب وقت داری. اینو گفت و مثل یه مجسمه سفالی تبدیل به خاک شد و رفت زیر زمین. شوکه بودم و نمیدونستم چی کار کنم که انگار یه چیزی منو کشون سمت مسجد. تموم مسیر رو بدون وقفه دویدم تا اینکه رسیدم دم خونه ملا حشمت که کنار مسجد بود. آهسته در زدم. ملا حشمت برخلاف اینکه چشماش نمیدید گوشای خیلی تیزی داشت. صدا از داخل خونه بلند شد. ملا حشمت گفت کیه؟ گفتم منم خلیل. یکم طول کشید تا در رو باز کنه. آقا خلیل خیر باشه، این وقت شب اینجا چه میکنی؟ نفس زنون گفتم باید با هم بیای مزرعه. کدوم مزرعه؟ گفتم همون مزرعه مطروح. خوابی چیزی دیدی؟ آخه این وقت شب اونم مزرعه. گفتم نه خواب ندیدم، با چشمای خودم اون جن رو دیدم. همون جنی که مردم میگفتن شبا صدای نالش رو میشنون. بسم الله، تو جن دیدی؟ گفتم آره. ملا اون پیرمرد صاحب مزرعه به تو کلیدی چیزی داده بود؟ ملا حشمت یه ذره فکر کرد و گفت آره. تو از کجا میدونی؟ گفتم اون جن بهم گفت. همه ی ماجرا رو تعریف کرد. زود باش کلیدو بردار را بیفریم. ملا حشمت که گیج شده بود رفت توی خونه و بعد از مدتی کلیدو پیدا کرد و هر دو راهی مزرعه شدیم. توی راه همه چیزو براش تعریف کردم. ملا حشمت گفت پناه بر خدا، هیچی از این آدمیزاد بعید نیست. اون پیرمرد به من گفته بود که این جن مزرعه‌شو خوش کرده و اگه زندانیش نمی کردم به بقیه روستا هم حمله می کرد. حالا خلیل اگه حرف پیرمرد راست باشه و اون جن شری باشه و به قولش عمل نکرد چی؟ یه لحظه مکث کردم و به شک افتادم، اما این تنها راه چاره‌ای بود که برای جور کردن خرج عمل دخترم داشتم. گفتم نمیدونم ملا، من که دیگه پاک عقلمو باختم. اگرم میترسی تو همینجا بمون و خودم میرم سر وقتش. ملا گفت نه منم همراهت میام. بعد از مدتی رسیدیم به مزرعه و رفتیم کنار همون درخت خشکیده ایستادیم. گفتم همینجا بود، درست کنار همین درخت. اینو که گفتم گرد و خاکی بلند شد و دوباره از توی خاک مزرعه اون جن ظاهر شد. زانو زد جلوی ملا حشمت و گردنش رو نزدیک کرد تا بتونیم قفلی که روی گردنش بسته شده بود و باز کنیم. ملا کلیدو داد دست منو با دست لرزون جلو رفتم. کلیدو انداختم توی قفل، اما یه لحظه ایستادم. جن گفت زود باش. گفتم اگه به قولت عمل نکردی چی؟ جن که عصبانی شده بود داد زد قول من قوله. من که ترسیده بودم یه وقت بلایی سرمون نیاره قفل گردن و دستاشو باز کردم، اما قفل هنوز بسته بود. جن گفت نکنه به من کلک زدی. من به لرزه افتادم و گفتم نه ملا حشمت مگه این همون کلیدا نیست؟ ملا کلیدو از دستم گرفت و خون سرد رفت جلو و گفت اول دستاتو باز میکنم، بعد گنجو بده به این مرد. وقتی گنجو بهش دادی زنجیر گردن تو هم باز میکنم. جن دوباره با صدای بلند خندید. گفت خیلی باهوشی، باشه قبوله، پس دستامو باز کن. بعد دستشو آورد جلو. ملا حشمت با کمک من جای قفلو پیدا کرد و زیر لبش یه چیزایی رو زمزمه کرد که من متوجه نشدم. بعد قفل زنجیر باز شد و جن با خوشحالی برگشت سمت درخت خشکیده پشت سرش. ناگهان درختو از ریشه کند و از زیر اون یک کوزه پر از سکه طلا بیرون آورد و داد دست من. گفت این نصف گنج منه، با این گنج میتونی کل اهالی روستا رو بی‌نیاز کنی. من به قولم عمل کردم، حالا ملا تو هم به قولت عمل کن. بعد گردنشو پایین آورد و ملا کورمال قفلو پیدا کرد و باز چیزی زیر لب خوند و قفل باز شد. به محض باز شدن قفل جسم جن قرمز رنگ شد و کم کم تبدیل به یه نور کم رنگ و بعدش هم کاملا غیب شد. من که از دیدن سکه ها سر از پا نمیشناختم
دونه دونه سکه ها رو لای دندونم میذاشتم و با خوشحالی میخندیدم. ملا گفت مراقب باش طمع چشم و دلتو کور نکنه. با این حرف ملا حشمت به خودم اومدم و از کارم خجالت کشیدم. اون شب و خونه ملا موندم. صبح زود 5 تا از سکه ها رو برداشتم و رفتم سمت خونه. از ماجرای شب قبلم به هیچ کس هیچی نگفتم. یه روز بعدش که از خونه زدم بیرون، همه مردم داشتن تو گوشه هم پچ پچ میکردن. یکی از اهالی صدام زد و گفت آقا خلیل، دم خونه شما هم سکه گذاشتن؟ من که از همه جا بی خبر بودم با تعجب پرسیدم چی؟ سکه چی؟ چطور مگه؟ یکی دیگه از اهالی جواب داد صبح که از خواب بیدار شدیم و خواستیم بریم سر زمین، یه تیکه تور سبز دیدیم که به در خونمون آویزون شده. وقتی بازش کردیم دیدیم داخلش چند تا سکه طلاست. جریانو که شنیدم فهمیدم کار کیه. خندیدم و گفتم آره، در خونه ما هم سکه گذاشتن.